به نام یاد خدا. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه تبسم از تلویزیون بیگم خوش آمدین. موضوعی که امشب در برنامه انتخاب کردیم تفاوت شخصیت درونگرا و برونگرا است و که چه تاثیری بر کیفیت زندگی افراد دارد. در یک ساعت از برنامه روی موضوع برنامه از حالاتی که شما عزیزان فرستادین بحث می داشته باشیم و در قسمت اخیر برنامه هم تمرینات یوگا را داریم. در برنامه امشب هم دکتر صاحب محمد صفا فرزایی روانشناس کلینیکی و خانم آرزو واحد روانشناس مشاوره با ما وصل هستند. سلام و وقتتان بخیر. مهمان عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه. مهمان عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه. دکتر صاحب فرزایی بحث با خودت آغاز میکنیم که حالا میشه در مورد شخصیت درونگرا بگوین که چگونه یک شخصیت است، بعد روی از که شخصیت برونگرا چیست است آرزو جان میشنیم و چنانه که حالا چه تاثیرات روی کیفیت زندگی ما داره. از شما میشنیم که شخصیت درونگرا چگونه شخصیت است، چه فرقی میتونیم بگیم شخصیت درونگرا داره. عرض سلام احترام خدمت شما بانو اکبری عزیز، خانم واحد عزیز، دوستا و اعضایی که برنامه را تماشا میکنن و همکاران نازنین، انشالله که خوب و صحت و سلامت باشن. ببینین، زمانی که ما از برونگرایی میگیم یا درونگرایی میگیم میتونه یک تیپ باشه، این میتونه یک سلسله رفتارها باشه که افراد از خودشان نشان میدن. موضوع اصلی و اساسی در بحث چی درونگرایی و بیرونگرایی بحث سبک مقابل شدن با شرایط و زندگی هست. هر کس به گونه‌های مختلف به خواست خودش به شکلی که خودش دوست داره وارد زندگی میشه، از چیزای لذت میبره، کاری انجام میده یا فعالیت را انجام میده. خیلی افراد هستن که افراد درونگرا هستن. منظور ما از درونگرایی چی هست؟ یعنی انرژی که قرار است فرد بگیره، حرکتی که قرار است فرد داشته باشه، منشیش از درون است. خب مثال بر شما میگم، یک فرد که درونگرا هست منتظر این نیست که یک کسی از بیرون بیایه برش بگه که بخی درس بخون، بخی کار کن، بخی برو نمیدانم چکر برو. ببینید، منتظر این نیست که یک کس دیگه بیایه برش بگه. ولی فرد بیرونگرا اکثرا انگیزه بیرونی خلق میکنه. اکثرا میای به سمتی که خب از بیرون یک کسی ای آدم مجبور بسازه، یا اگر مجبور نسازه برش بگویه یا برش برنامه بده یا خودش برنامه خود همونطور تنظیم میکنه که انگیزه حرکت کردنش بر اساس بیرون. ولی فرد درونگرا تلاش میکنه که خودش به خودش برنامه بسازه از درون. خب اون انگیزه را دنبال بیرون نمیگرده، اما انگیزه را دنبال درون میگرده. یعنی خودش به خودش انگیزی حرکت انرژی میده. یا ای که افرادی که درونگرا هستن بیشتر از کارهایی که خودشان با خودشان باشن لذت میبرن، خوشایند است برشون، کیف میکنن. مثلا تنها بشینن مطالعه کنن، خوشایند است. ولی فرد بیرونگرا بازه طور نیست. تنها بشینه خوشش نمیاد، میگه جمع باشه، یک 4 نفر باشه، بشینیم سک کنیم، یک محفل تحلیل کتاب باشه، کتابخوانی کنیم. شما دیده بودین در گذشته ها دیگه، حتما قصه‌اش هم شنیدین. نمیدونم شب نشینی ها بود در قریجات اینا. بعد می 10 نفر 15 نفر 20 نفر جمع میشدن خونه یک نفر، باز میششتن کتاب مطالعه میکردن، حافظ میخواندن، سعدی میخواندن، امینا. ببینید، کسایی که بیرونگرا هستن به اینی انجام اینا تو اعمال بسیار ارزش میدن و از این لذت میبرن و این براشون خوشایند. ولی فرد درونگرا در کنج خانه بشینه، تنها باشه، کتابکش در دستش باشه، اینی برایش بسیار خوشایند نسبت به اینکه با دیگران مثلا بشینه ارتباط برقرار بکنه. یا مثلا فردی که درونگرا هست، اگر بخوایی که بگویی در کجا مثلا راحت هستی، کیف میکنی، لذت میبری از زندگی، در جمع دوستا باشی، رفیقا قصه کنی، بخندی، یا تنها با تلفنت باشی. فردی که درونگرا هست میگه من دوست دارم تنها با تلفن خود باشم، دوست دارم همین تیک تاک پایین بالا برم. این به من لذتش 10 برابر عزیز که در یک جمعی بشینم که در مثلا 50 نفر حضور داشته باشه و همگی هم قصه کنیم. بنابراین منظور از درونگرایی دقیقاً این مورد است که افرادی که درونگرا هستن از درون امو انگیزهشون برای زندگی سرچشمه میگیرن
کارهایی که از درون انجام میتن این برشان لذت بخش است، کارهایی که به تنهایی اکثرا انجام میتن این برشان خوشایند است. ولی برای افراد بیرونگرا باز برعکس است، دوست دارن در جمع باشن، کارهایی انجام میتن که در جمع حتی سبب انگیزش شوه بر اینا، و تلاش میکنن که حتی یک ساعت هم تنها نشینن، با دیگران بشینن، قصه کنن، بخندن و لذت ببرن. ممنونتان دکتر صاحب عزیز. آرزو جان عزیز از شما میشنیم که خب دکتر صاحب فرزایی در مورد حالا نوعیت تایپ شخصیتی درونگرا و بیرونگرا گفتن. خب ولی در جامعه ما قسمی است یک فردی که درونگرا باشه در تنهایی خود خوش باشه، بعض اوقات اگر یک کتابی را میگیره یا میخواد در تنهایی خود باشه، برش میگن که بسیار فرد ممکن که شاید خجالتی باشه یا که ضعف در روابط اجتماعی خود داره. آیا واقعا افرادی که درونگرا هستند ضعف در روابط اجتماعی دارند یا نه؟ سلام خدمت شما دیبا جان، جناب فرزایی صاحب و همچنان بیننده های عزیز. این کاملا متفاوت از دیبا جان، یعنی درونگرا با یک فرد خجالتی که ما خیلی راحت میتونیم را تفکیک بدیم. مثلا فردی که درونگرا است، این فرد دیگه از کسی نمیشرمه، خجالتی نیست، ای که خیلی زیاد به شرمه یا برش ناراحت کننده باشه، اما دوست داره که تنهایی خوده، دوست داره که با خود باشد، از امو تنهایی های خود لذت میبره و خیلی مکانهایی که سر و صدا و افراد هستند رو دوست نداره. و شاید فردی است که مثلا کارهایی را دوست داره که در یک دفتری نشسته، کامپیوتر پیش رویش و از طریق کامپیوتر هم کارهای خود انجام میده. مثلا اگر اسنادی از می نویسه، وظایف خود انجام میده، یعنی با مردم خیلی درگیر نیست که با دیگر رو صحبت کنه و پایین و بالا بره و از این کاری که انجام میده یک لذت درونی داره. اما فردی که خجالتی است، این فرد از این که در یک مکانی قرار بگیره میشرمه، به خاطر از این که خود کم احساس میکنه یا ای که خود دوست داشتنی نمیدانه، یا احساس میکنه که وقتی که من در جمع هستم با دیگرها هستم، دیگرها درباره من چی فکر میکنن، چون شاید خود دوست نداره و خود باور نداره و امو عزت نفس و اعتماد به نفسش پایین است و به این خاطر نمیخواه که در جمع قرار بگیره، چون وقتی که در جمع قرار میگیره حسش بد میشه، احساسش بد میشه، یعنی متوجه قضاوت دیگر است که مثلا فلانی مرا چی گفت، درباره ظاهرم چی فکر کرد، آیا مرا دوست داشت نداشت، یا ای که اگر کسی قدر زیاد برش توجه نمیکنه، این خیلی برش آزاردهنده می باشه و به می خاطر به خاطر از اینکه خود کم احساس میکنه، خود بی ارزش احساس میکنه، به این خاطر نمیخواد که در جمع حاضر شود. اما فردی که درونگراست، این فرد خود کم احساس نمیکنه، این فرد با خود خیلی راحت است، اما دوست نداره، برش حس خوب نمیته، لذت نمیته وقتی که با دیگر است، یعنی دوست داره که در اون گوشه تنهایی خود باشه و کارهای خود به شکل درست انجام بده، اما ذهنش آرام است، اما متوجه یا منتظر قضاوت دیگران نیست که دیگران درباره من چی فکر میکنن یا چی قضاوت میکنن، کاملا راحت است و اما گوشه نشینی خودش انتخاب کرده و خودش دوست داره و معمولا وظایفی را انتخاب میکنه که خودش باشه و از طریق کامپیوتر یا هر قسمی که از کار خود انجام بده، با دیگران خیلی به تماس نباشه و این کاملا میتونه طبیعی باشه. اما ای که فرد خجالتی است، در این صورت یعنی فرد نیاز داره که رویش کار کنه و ممو احساس خجالتی که داره از ظاهر خود، از لباس خود، از شخصیتی که داره، اینا رو رویش کار کنه که بهتر بسازه، چون این میتونه که یک مشکل برش ایجاد کنه. ممنونتان آرزو جان عزیز. و دکتر فرزایی میشه در مورد تاثیراتشان بگین؟ حالا یک فردی که درونگرا است یا هم بیرونگرا است، چه تاثیری بر کیفیت زندگی از این فرد داره و کدامش میتونه که بهتر باشه؟ بله، ببینین اگر بیم ما روی از این صحبت کنیم که کدامش خوب است کدامش بد است، خوب و بد جدا بکنیم، خب اینطور یک چیزی نمیشه که ما بگیم که خب مثلا درونگرایی خیلی خوب است، بیرونگرایی خیلی بد است. هر کدومش در جای خودش میتونه که خوبی و بدی خودش داشته باشه. مثال بر شما میگم، یک کسی که میره مثلا بیرونگرایی رو انتخاب میکنه و دنبال ایست که مثلا خب در جمع باشه، با مردم باشه، فکر کنین اینی آدم مهاجر میشه، میره به یک کشوری که
اون افراد دوست رفیق نمیدونم یک تعداد زیاد از افرادی که جمع کرده بود اون نیست، حضور نداره. خب چی میشه؟ یه آدم میره به سمت افسردگی، به سمت وضعیت بد، چون یه آدم دنبال عزیز که خب جمع میکنه جمع. یا مثلا برای یه آدم یک وظیفه‌ای را میتن، خب مثلا یک کسی که بیرونگراست یا یک وظیفه‌ای را میتن که در تنهایی باید انجام بده، خیلی برای سخت میگذره. یعنی میتونیم بگیم که خب مثلا خود بیرونگرایی و درونگرایی به تنهایی نمیتونه که مثلا خوب یا بد باشه. این میتونه در زمان و مکان تاثیر خاص خودش داشته باشه، در یک زمان میتونه خوب باشه، در یک زمان میتونه که بد باشه. ولی در کل وقتی که ما روی صحبت میکنیم مثلا میگیم درونگرایی، اکثرا منشأ یک سلسله اختلالات روانی از درونگرایی با وجود میاد. مثلا فرد در تنهایی لذت میبره ولی آهسته آهسته گوشه‌نشین شده، آهسته آهسته از مردم دور شده، آهسته آهسته کوشش بکنه که تنها باشه، تنهایی اختیار بکنه و خصوصا اگر در زندگی فرد یک مشکلی به وجود بیاد، یک ترومای، یک حادثه، یک استرس شدیدی به وجود بیاد و این فرد که همیشه کوشش میکنه که دور باشه، تنها باشه و حالا این تنهایی و منزوی بودن بیشتر شده، میتونه تاثیر بسیار مستقیم روی زندگیش داشته باشه. بنان اکثرا حالا این برمیگرده به این که ما در کدام قسمت زندگی از کدام سبک استفاده میکنیم. ببینید استفاده کردن شما دست خود ما نیست که ما بخوایم درونگرا باشیم یا بیرونگرا باشیم. شرایط ما، محیطی که در اون زندگی کردیم، حتی ژنتیکی که وجود داره، طرز برخورد اطرافیان ما، اینیا روی ما تاثیر گذاشته و این حالت در وجود ما خلق کرد. بنان با تنهایی نمیتونیم خوب و بد جدا کنیم، هر کدامش میتونه سر جایش خوب باشه، سر جایش بد باشه. ولی اکثرا چیزی که در اجتماع بیشتر مورد پذیرش قرار میگیره، چیزی که مردم را زیاد دوست داره، بیرونگرایی هست. کسایی که بیرونگراست، ببینید یک فردی که مثلا قصه میکنه، میخنده، در جمع میشینه، پکویی میگه، رهبری میکنه، این چقدر خوشایند از بودن با این آدم و کیفیت زندگیش خوبتر است نسبت به کسی که چقدر دوستای زیاد داره، چقدر روابط اجتماعی خوب داره، چقدر سرمایه برای خودش زود کرده و اون سرمایه شامل روابط اجتماعیش هست. ولی یک فرد که مثلا درونگراست، ببینید در تمام زندگیش 5 تا دوست نداره، 5 تا رفیق نداره، همیشه تنها، ممکن است خودش لذت ببره ولی خیلی چیزا رو از دست داره. یا مثال دیگه بگویم، کسایی که بیرونگرا هستن اکثرا رهبر میشن، اکثرا آدم بزرگی میشن. منظور ما از بزرگ یعنی است که بیشتر شهرت پیدا میکنن، بیشتر محبوبیت پیدا میکنن، بیشتر تنها نیستن دیگه، با یک جمع کسری از مردم ارتباط دارن و سر کار دارن. ولی یک فردی که درونگراست نمیاره از دست دادن، لذت میبره، خوشایند است برای در همین روابط و همین مسائل در زندگی، اما کاری که خودش انجام میده، ولی خیلی از روابط وجود نداره، خیلی از امکانات وجود نداره، خیلی از فرصت ها را از دست داده. بنان هر کدامش سر جای خودش میتونه که با شکل خودش خوب و بد. و دکتر سبا، یک فرد مکس از این دو تایپ هم بوده، میتونه که هم بیرونگرا باشه هم درونگرا؟ دقیقاً این خالص نیست که خب ما بگیم انسان ها را به دو کاتگوری تقسیم میکنیم، یا بگیم یک فرد درونگراست یا بیرونگراست. اکثر آدم ها هر دوره. بعضی هستن که بعضی وقتا در تنهایی لذت میبرن، تنها باشن خوششان میآید. بعض وقتا دوست دارن در جمع باشن، با دیگران قصه کنن، بخندن. و من میگم بهترینش هم همین است که هر دوش وجود داشته باشه. ما نظر به زمان و مکان تصمیم بگیریم که چه کار کنیم. خوب است بعض وقتا تنها بشینیم، با خودمون شعر بخوانیم، با خودمون قصه بخوانیم، رمان بخوانیم. کسایی که درونگرا زیاد رمان میخوانن، آدمای خیالاتی هستن اینا. بعضی وقتا خوب است بشینیم با دیگرها بخندیم، قصه کنیم، ارتباط بگیریم، ارتباط داشته باشیم. یعنی اگر ما از میان درونگرایی و بیرونگرایی بهترینش انتخاب کنیم، بهترینش مکس هر دو است. اینمی که ما در جای خودش، در زمان خودش، در مکان خودش بتانیم بهترین تصمیم رو بگیریم که در همون لحظه چه باید. ممنون از آن دکتر سبا. عزیزان بیننده، در قسمت از برنامه هم وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم.
به ادامه برنامه تبسم خوش آمدید. موضوعی که امشب در برنامه انتخاب کردیم حالا تاثیرات درونگرایی و برونگرایی روی زندگی است. آرزو جان عزیز، در مورد این سوال نظر شما را می داشته باشیم در مورد تاثیراتش که چقدر میتونه بر زندگی فرد حالا درونگرایی یا برونگرایی تاثیر داشته باشه و اینکه آیا در طول زمان یک فرد ممکن است که تغییر کنه تایپ شخصیتیش، مثلا از درونگرا به برونگرا برای از برونگرا به درونگرا بره؟ دقیقاً که هر کدامش ویژگی های خود دارن، اما فردی که بیرونگراست، این فرد بیشتر اجتماعی است و مردم بیشتر علاقه دارند که همراهش ارتباط برقرار کنند، صحبت کنند، از همنشینی همراهش لذت میبرند. مثلا اگر ما یک مجلس در نظر بگیریم که یک فردی است که بیرونگرا است، این فرد خیلی بر دیگرها انرژی مثبت میده، مثلا صحبت میکنه، فکایی میگه، دیگرها را میخندانه، حس خوب میده و همیست که شاید یک نفر است اما 10-15 نفر مصروف نگاه میکنه و احساس خوب برشان میده، حس خوب منتقل میکنه. اما اگر دمی مجلس ما یک فرد درونگرا را در نظر بگیریم، یک گوشه نشسته همون خاموش است، هیچ چیز نمیگه و در اینجا ببینید که این روی دیگرها هم تاثیر میگذاره، چون دیگرها او را میبینن که هیچ حرف نمیزن. شاید اگر یک سوالی هم از پیش پرسان میکنن، مثلا این موضوع چطور شد، اینجا رفتی یا این کار کردی؟ یا رفتم، شد، خوب فامیلت خوب است؟ شکر خوب است. خودت خوب است؟ یا کار و بار چطور میگذره؟ بسیار خوب میگذره. یعنی یک جواب کوتاه برات میده، در حالی که اگر یک فرد بیرونگراست، وقتی که یک سوال از پیش میپرسی، بعد از او دیگه با وجود که شاید نشناسیش، اولین بار است که دیدیش، یعنی خیلی همراهش صمیمی میشی. بعد از شروع میکنه خوب هستم، خودت چطور هستی، کجا زندگی میکنی، من اینجا زندگی میکنم و این بر روابط ما خیلی میتونه تاثیر مثبت بگذاره. یعنی این فرد وقتی مخصوصا اگر ما جامعه افغانستان مد نظر بگیریم، افراد برونگرا را خب قضاوت روش ندارن، ولی از درونگرا را بیشتر در جامعه باورهای نادرست در موردشان است. اگر میشه در هم اشاره داشته باشین که حالا چه باورهای اشتباهی را مردم بر افراد درونگرا در جامعه دارن؟ بله، خیلی ها فکر میکنن که چقدر غم درون است و صحبت نمیکنه و چرا گپ نمیزنی، چرا حرف نمیزنی، خودش هم میگن. یا مثلا اگر مادرش باشه، یک دختر جوان یا پسر جوان باشه، و مادرش میگن که این پسر چرا هیچ گپ نمیزنه، دختر چرا گپ نمیزنه، و فکر میکنن این فردی که درونگرا صحبت زیاد نمیکنه، خود ابراز نمیکنه، حتما یک مشکل داره. اینا فکر میکنن که حتما غمگین است یا افسرده است، یا ای که حرف زدنت بلد نیست که در جمع حرف بزنه، یا یعنی اشتباهات بزرگ اینا احساس میکنن در مقابل از این فرد، در حالی که یعنی این فرد شاید یک انسان بسیار موفق است، یک انسانی است که همه چیز بلد است، انسان با استعداد است، اما دوست نداره که خیلی زیاد صحبت کنه، دوست نداره که خیلی دیده شود در جمع یا با دیگرها ارتباط برقرار کنه. اما دیگرها یعنی انگشت انتقاد بالا میکنن و میگن غمگین هستی، یا چرا حرف نمیزنی، یا حرف یاد نداری، یا ای که مثلا یک فردی است که پس رفته است، هیچ کدام رشد نداشته در هیچ زمینه، مردم این قسم تصور میکنن. اما اگر یک فردی که بیرونگراست، با وجودی که شاید خیلی با استعداد نباشه، خیلی مثلا مهارت ها را یاد نداشته باشه، اما همی که صحبت میکنه و خیلی با همگی یعنی در ارتباط است، فکر میکنن که این فرد دیگه همه چیز میفهمه و چقدر انسان لایق و چقدر رسیده است و چقدر فهمیده است. اما اون فردی که صحبت نمیکنن، شاید او را نادان فکر میکنن، نافهم فکر میکنن و میگن هیچ چیزی را یاد نداره، به مو خاطر خاموش است، در حالی که یعنی اون فردی است که شاید دوست نداره که با مردم خیلی زیاد صحبت کنه یا در ارتباط باشه. اما این به این معنا نیست که این فرد چیزی را یاد نداره، یا بیعقل است، یا نادان است، یا چیزی را نمیفهمه، یا ای که مشکل روانی داره، یا ای که افسرده است. هیچ کدام از یا نیست. این فرد دوست نداره که با دیگران خیلی روابط برقرار کنه. اما اگر انگشت انتقاد بالا میشه و این فرد برش گفته میشه چرا گپ نمیزنی و گپ یاد نداری و اینان، این باعث میشه که فرد خیلی عقده بگیره، احساسش بد شه و دیگه با وجودی که
یعنی شاید با تلاش زیاد کوشش کرده که در یک مجلس حاضر شوه و بیایه، وقتی که صحبت ها را میشنوه کامل دل سرد شد و دیگه هیچ وقتی نخواهد که در جمع قرار بگیره. اما ما خیلی زود قضاوت نکنیم. مثلا یک کسی را اگر دیدیم همون لحظه دفعتا انگشت انتقاد بالا نکنیم، یا اینکه دفعتا برش یک برچسب نزنیم. تو گپ زدن یاد نداری؟ برات یاد ندادن؟ یا چرا گپ نمیزنی؟ یا چرا خاموش هستی؟ یا چی شدید؟ یعنی ما این حرفا را نزنیم. اگر میبینیم یک کسی خاموش است، کوشش کردیم مثلا امروز صحبت کنیم، ارتباط برقرار کنیم. اما اگر میبینیم که تمایل نداره، پس راحت میگذاریمش. انگشت انتقاد بالا نمیکنیم، حرفای نامناسب نمیزنیم. اگر امروز یک حرف خوب و مثبت میزنیم، یعنی خیلی از افرادی هستن با وجودی که درونگراستن، اما اگر یک کس میای همراهشان صحبت میکنه، ایست خوبه برشان میده، حرف مثبت میزنه، همیست که اینا شروع میکنن به صحبت کردن و حسشان خوب میشه و این باعث میشه که اینا بیشتر در مجلس و در محفل حاضر شن. اما اگر ما انگشت انتقاد بالا میکنیم و برچسب میزنیم و حس منفی میتیم، این باعث میشه که فرد دیگه شاید هیچ وقتی حاضر نشه که در مجلس بیای و یا هیچ وقتی که نخواهد که با دیگران صحبت کنم. ممنونتان آرزو جان عزیز. و دکتر صاحب فرزایی، حالا از شما میشنم که خانواده چگونه همراه با کودکانشان که حالا یک تایپ شخصیتی درونگرا یا بیرونگرا را داره رفتار کنن، چه قسم باید متوجه باشن؟ ببینین، موضوعی که بسیار مهم هست تحلیل رفتار فرزندان هست. این وظیفه پدر و مادر است که هر رفتار را که فرزندشون می داشته باشه این را تحلیل کنن، تجزیه کنن که این رفتارشون دقیقاً آیا مفید است، موثر است یا نه غیر مفید است. آیا این رفتارشون میتونه در آینده برشون مشکل خلق کنه یا میتونه به نفعشون. یعنی که ما تنها درونگرا باشیم یا بیرونگرا باشیم و پدر مادر ما بیاید چی تصمیم بگیره، این بحث تنها نیست. بحث است که باید رفتارها مورد تحلیل قرار بگیره، مورد ارزیابی قرار بگیره. اگر رفتار درست نیست، خب در هر صورت، چی به هر تیپ شخصیتی باشه، هر موضوعی باشه، درست که نبود، دیگه رفتار غلط است. اگر رفتار فرد درست است، ولو در هر تیپ شخصیتی، در هر جایی، در هر حتی موقعیت فرد قرار داشته باشه، میگیم که خب این رفتار درست است. چیزی که مهم است که پدر مادر نباید رفتار فرد که وقتی مثلا فرد از خودش نشان میده به خاطر رفتارش سرزنشش کنه، توهینش کنه، تحقیرش کنه. در این جز کنون جمله معنا پیدا میکنه که یعنی زندگی خوشبخت و زندگی است که ما 3 تا تیر داشته باشیم، یعنی توانایی تحمل تفاوت‌ها. این است که پدر مادر باید درک کنه که خب اینی بچه، اینی دختر، اینی فرزند اینی رفتار داره و این رفتارش مشکل نداره، رفتار درست است، ولی که خودش انتخاب کرده انتخاب کنه دیگه. این که خودش تصمیم گرفت همون رفتار داشته باشه، خب انتخاب کنه. یعنی دنبال سلامت ملامت نگردیم از پدر مادر. اگر رفتارش اشتباهه بعد میتونیم مداخله کنیم، ولی اگر رفتارش اشتباه نیست ولی رفتارش درست است، رفتارش اشتباه نیست، رفتارش درست است، قابل پذیرش است، خب میپذیریمش. بنابراین سرزنش کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، مقایسه کردن کار درست است. مقایسه کنیم، ببین بچه فلانی اینطور میکنه تو نمیکنی، او درس میخونه تو نمیخونی، او کار میکنه تو نمیکنی، او اول نمره شده تو نشد. اینی مقایسه کردن، اینی مسابقه دادن برای فرزند میتونه که بسیار زننده خیرای راه حل درستش است که ما اگر تشخیص میدیم این رفتار فرزند ما یک رفتار درست است، هر رقم رفتار بشه قبول، ولی اگر رفتار اشتباه در هر جایی باشه اشتباه و ما میگیم که این فرد این انجام نده، مقایسه نمیکنیم، قضاوت نمیکنیم، برش پیشنهاد میکنیم که خب بچه اینی رفتار اینی نتیجه را داره، اینی عواقب. کودکان اگر شما میخواین بیشتر تغییر بدین، یک چیزی که بسیار کمکشون میکنه بررسی عواقب است. اگر شما میخواین بگین کی کارو بکنه کو، نگوی کارو بکنه، بگو عواقبش برش بگو، نتیجهش برش بگو. وقتی که نتیجهش فرق تغییر ایجاد. و دیگه چیزی که بسیار کمک میکنه اگر شما میخواین رفتار فرزندتون نمی رفتارش اگر غلط است تغییر کنه، برای یکی ما پاداش دادن داریم
که بعض وقتا برای فرزند خود ما پاداش میتیم. یکی حذف کردن خیلی چیزا داره، این میتونه مثلا بعض وقتا براش پاداش میتیم که کار خوب انجام، ولی اگر رفتارش رفتار بدی است ما پاداش حذف میکنیم، نمیتیم براش پاداش. خب اینی که پاداش نمیتیم، فرد آیسته آیسته خودش متوجه میشه خب چی میشه که دیگران پول میگیرن من نمیگیرم، دیگران مثلا پول به دست میارن من نمیارم. اینی میتونه یک تقویت مثبت باشه. یعنی ما صفت خوب در وجود کودک ما تقویت میکنیم، تشویق میکنیم، صفت بد حذف میکنیم، نمیگذاریم، یا مثلا با بی‌توجهی ازش میگذریم. وقتی ببینه پدر مادر دیگران توجه نمیکنه، ایسای صفت هم رها میکنه. دکتر صاحب عزیز و عزیزان بیننده، باز هم وقفه کوتاهی میگیریم و دوباره برمیگردیم. باز هم به ادامه برنامه تبسم خوش آمدین. آرزو جان عزیز، حالا اگر یک فرد بخواهد که میان تایپ شخصیتی درونگرا و بیرونگرا یا هم امو احساس تنهایی، نیاز تنهایی که میتونه داره یا هم نیاز روابط اجتماعی که داره، به معذرت یک تعادل ایجاد کنه، چطور میتونه که خب یک فرد باشه که در اجتماع هم ظاهر شوه و لذت ببره و اگر در تنهایی خودم بود خسته نباشد، خسته نشه و تنهایی خود را دوست داشته باشه، یعنی در کل یک تعادل داشته باشه. دیبا جان، در اینجا ما در صورت میتونیم این کار انجام بدیم که یعنی ما خود ما را خوبتر بشناسیم، یعنی به خودشناسی برسیم. مثلا امو پوینت های مثبت منفی که همگی انسان ها دارن، اینا را شناسایی میکنیم. مثلا من کدام عادت های خوب دارم، مثبت است برام که برای پیشرفتم خیلی مرا کمک میکنه، در روابط مرا کمک میکنه، و کدام عادت هایی دارم که باعث میشه که من از روابط دور شوم، باعث میشه که من در گوشه تنهایی برم. یعنی اینا را تمامش وقتی که ما لیست میکنیم و پیدا میکنیم و میایم رویش کار میکنیم. مثلا من یک فردی هستم که خیلی گوشه‌گیر هستم، دوست ندارم در یک محفلی برم، مجلسی برم، دعوت میشم اما نمیرم. پس در اینجا من تلاش میکنم بعد از این برم، مثلا یک کس من دعوت کردم میرم، یعنی خودم به چالش میکشم. خیلی از وقتا نیاز است که ما خود ما را به چالش بکشیم. یعنی به این منظور که مثلا من از قرار گرفتن در یک جایی که افرادی است که من نمیشناسمشان یا اولین بار است، من ترس دارم، حسم بد است، اما من خود به چالش میکشم، میگم من با وجودی که حسم بد است، شاید احساس تنهایی دارم، حس خوب ندارم، اما بازم من در این مجلس میرم میشینم، مثلا اما افرادی که در کنارم هستن تلاش میکنم امرویشان صحبت کنم، با وجودی که احساسم خوب نیست، با وجودی که راحت نیستم، اما بازم تلاش میکنم که صحبت کنم، تلاش میکنم که به مو پوینت منفی که دارم، به مو عادتی که دارم غلبه کنم. و وقتی که میرم این عمل انجام میدم، مثلا یک بار دو بار، میبینم که هیچ کدام مشکلی نیست، دیگران بسیار به خوبی امرای ما صحبت میکنن، مهربان هستن و همون ترسی که من دارم او از بین میره. یعنی هر باری که من خودم به چالش میکشم، هر باری که از یک چیزی که ترس دارم، از یک عملی که ترس دارم میرم او رو انجام میدم، همیست که من قوی تر میشم، همیست که من بیشتر یاد میگیرم، اما ترس ما آیسته آیسته از بین میره. اما اگر برعکس من انجام میدم، مثلا من احساس راحتی ندارم با دیگران، از مجلس احساس شرمندگی میکنم یا حسم بد میشه، این ادامه میدم. مثلا خانواده میگن بیا میریم در یک محفل عروسی یا یک مهمانی یا هر جایی که هست، میگم نه من نمیرم و فکر میکنم که اگر من برام باز دیگرا امرای من صحبت کنن، باز من چی بگویم، یا ای که احساس خوب ندارم، یا فکر میکنم مرا قضاوت نکنن، یا احساس تنهایی اوجا نکنم، یا دق نبیارم، یعنی چیزای منفی رو در ذهنم میسازم و بعدا میگم که نه من نمیرم، منصرف میشم. اما چی میکنم، با وجودی که اسم منفی میایم و بازم میگم نه من میرم، مثلا اشتراک میکنم، با وجودی که شاید خیلی احساسم خوب نیست، وقتی که اشتراک میکنم و امیست که به مو ترس خود، به مو احساسات منفی غلبه میکنم و میبینم که چقدر برام خوش میگذره و یک کسی حتما پیدا میشه که به میلم باشه.
یک کسی حتما می باشه که احساس ما خوب بسازه. یعنی قرار نیست که ما با 20 نفر 30 نفر 40 نفر ما دوست باشیم یا یک اجتماعی بسیار بزرگ باشه که ما رفت آمد داشته باشیم. فقط 3 نفر 4 نفر 5 نفر، حتی یک دوست صمیمی و خوبم اگر ما داریم، کسی هست که همراهش حس خوب داریم، یعنی ما خود ما هستیم همراهش، خیلی تشریفاتی همراهش نیستیم، اما کفایت میکنه، یعنی حس ما را خوب میسازه. حتی اگر ما در یک مجلس میریم که کسی رو نمیشناسیم، حتما یک کسی پیدا میشه که ما همراهش احساس راحتی کنیم، صحبت کنیم، احساس ما خوب شود. اما اگر ما هر باری که از یک چیز میترسیم و انکار میکنیم و رابطه برقرار نمیکنیم، این ترس برای ما غلبه میکنه و بیشتر میشه و همیست که شاید دیگه نخواهیم که ما این عمل انجام بدیم. اما اگر ما به ترس ما غلبه میکنیم، خود ما رو به چالش میکشیم، همیست که آیسته آیسته ما راحت تر میشیم و احساس ما خوب میشه و همیست که یک فرد شاید با وجودی که درونگراست و نمیخواه مثلا با دیگر ارتباط برقرار کنه، اما وقتی که میره و ارتباط برقرار میکنه، آیسته آیسته میتونه تا تغییر کنه، یعنی به یک فرد اجتماعی تبدیل شوه، به یک فرد بیرونگرا تبدیل شوه، چون که او احساسات منفی که داشت در مورد مردم یا ای که امو احساس میکرد که مثلا مجلس برام خوشایند نیست یا من به تنهاییم خوب خوش هستم، اما میبینه که نه، برعکس، شاید کسایی هستن که همراهش حس راحتی میکنه، حس خوب میکنه، خودش هست، از احساسات خود میگه، با او فرد میخنده، اما اطلاعات خودش شریک میسازه و میبینه که چقدر خوش گذشت برش و از اینکه در تنهایی در خانه می نشست به مراتب احساس خوب برش داده. وقتی که احساس خوب میده نیست که باز تکرار میکنه، باز، یعنی ما انسان ها اگر یک چیزی برای ما حس خوب میده، یک پاداش دریافت میکنیم، ما میخواهیم گوره تکرار کنیم، اما احساس خوب باز تکرار کنیم، باز انجام بدیم و همیست که فرد دیگه گوشه تنهایی را انتخاب نمیکنه و امو خاطرات خوبی را که ساخته میخواه یک امو لذت برش تکرار شود و همیست که شاید پس دوباره به یک فرد اجتماعی و بیرونگرا تبدیل شود. ممنونتان آرزو جان عزیز و عزیزان بیننده، در برنامه تبسم سوالات شما را همچنان داریم و شما میتونید به نمبر واتساپی که نشر میشه صدایتان را ضبط کنید، سوالاتتان را بر ما بفرستید و در برنامه مختلف تبسم به سوالاتتان پاسخ داده میشه. میریم و سوال اول میگیریم. سلام دکتر صاحب، اعتماد به نفس در نوجوانان را چگونه میتونیم تقویت بکنیم؟ راههای عملی مسئله را اگر راهنمایی بکنین خیلی خوب میشه. تشکر. دکتر سفرزایی، پاسخ سوال از شما میشنیم. حالا چطور میتونیم که اعتماد به نفس در نوجوانان تقویت بدیم؟ یک موضوع بسیار مهم است تقویت اعتماد به نفس، چی در جوان چی در نوجوان ما، ولی خصوصا در بحث نوجوان مهم است، چون نوجوان آیسته آیسته مثلا از سمت کودکی میره به سمت نوجوانی. ما میگیم در اینجا چون تعدابش گذاشته میشه، چون پایه گذاری میشه، تعداب گذاری میشه همین دوران اولی زندگی که بسیار موقع مهم است. حتی گفته میشه اعتماد به نفس در 14 ماه اول زندگی شکل میگیره. عزت نفس از 14 ماهگی تا 36 ماهگی، یعنی تا 30 سالگی تعداب گذاری میشه. بعدی تا سن 8 سالگی 80% شخصیت تشکیل میشه، شکل میگیره. بعد 20% دیگه تا 18 سالگی میمونه و 1% بعد 18 سالگی 1% اگر خود فرد تصمیم بگیره بخواد تغییر کنه تغییر میکنه. در غیر از بینمی تعداب‌های اولیه فرد بزرگ میشه. چیزی که بسیار مهم است که ما چگونه میخوایم مثلا فرد صفات بگیره. ببینیم فرزند شما فکر کنید مثلا یک فرزند 10 ساله هست و یک چیز میخواد بلند کنه، خب یک چیز میخواد مثلا یک سنگ میخواد، شما میخواین اعتماد به نفسش تقویت شود، در اینجا شما چیکار میکنین؟ اجازهش میتین بلند کن. خب نمیگم این که از زورش بالا، یا مثلا برش توضیح میدین که تا اینی حد هیچ مشکل نداره تو میتونی بلند، یا مثلا این کار رو انجام میده اجازهش میدین، یعنی خود اجازه دادن سبب میشه که اعتماد به نفس فرد تقویت شود. میگه دیدی تانستم، دیدی فلان سنگ بلند کردم، دیدی فلان کار تانستم، پدرم گفت نمیتونی تانستم، دیگران مرا گفتن نمیتونی تانستم. اجازه دادن برای انجام یک عمل سببی میشه که او عمل در وجود فرد تقویت شود و فرد اعتماد به نفسش بلند میشه، از لحاظ فیزیکی و جسمی. دوم از لحاظ ذهنی و فکری هست. ما روی ازی باید کار کنیم. مثلا میخوای که اعتماد به نفس در وجود فرد بلند بره، تقویت شود،
اول اجازه میدیم که فرد بتونه راحت حرف خود، راحت تصمیم بگیره، راحت کار کنه. ببینید ذهن باید راحت باشه، بدون نه قضاوت، نه مثلا سرزنش، نه تاکید. شما بگذاریم که فرد حرف خود بزنه، این خود سبب تقویت. بعد باز بریم روی حالت دیگه که بحث تشویق و تنبیه است و بحث تقویت است. شما میخواین اگر یک صفت در وجود کودک نهادی نشود، اگر میخواین که صفت خوب نهادی نشه، بهش توجهی بیشتر، در اون صفت توجه بیشتر. مثال بگم، درس خوان در پیشوی در جمع، در پیشروی همه میگین که مثلا ببین چقدر بچه درس خوان است، چقدر دختر لایق است، دیدی کارخانه خودت چقدر خوب انجام داد. ببین سبب بلند بودن اعتماد به نفس. اگر میخواین که مثلا یک صفت کم شود، شما به اون صفت بی‌توجهی کنید. اگر میخواین صفت کم شود، بی‌توجهی کنید. میخوای مثال فرد دروغ نگوید، خب اگر میبینی یک وقت دروغ میگه، به حرفش اهمیت بده. اگر میگه که صادق است، به حرفش اهمیت بیشتر بده. واجب بگو که آها چقدر این حرفت خوب، در جمع یاد کن که چقدر خوب. بعد یک پاداش، یا نمیدونم پاداش خیلی وقتا یک سخن خوب میباشه، یک آفرین گفتن میباشه، خریدن نمیدونم یک چاکلیت، یک کاکائو، یک چی میباشه، هر چی دیگه. ببینید شما هر قدر توجه زیاد به یک صفات، سلسله صفات میکنید، این تقویت شدن. فرد که اعتماد به نفس بالا داره مثلا راه نمیگه نمیتونم، میگه میتونم. همین که فرزند شما حتی اگر بگه نمیتونم، شما برش توضیح میدید چیزی به نام نمیتونم نداره، تو این کارا میتونی. بنابراین نظر میست که هر قدر که شما فرزند میکنه در راستای یک کار توجه برش کنین، تشویقش کنین، او در وجودش رشد میکنه. هر قدر که بی توجهی کنیم، او حذف شده میره. ایناله صفات خوبه ما تشویق کرده بریم، صفات بد ازش گذشته بریم، بی تفاوت شده بریم در مقابلش. این میتونه که در وجود فرد کمک بکنه و اعتماد به نفسش بلند بره. و در کنار حرفایی که گفتم، من کتابی نوشتم تحت عنوان شخصیت سازی. در این کتاب دو فصل بسیار مهم گنجانیده شده. یکیش بحث بلند بردن اعتماد به نفس است. من مفصل صحبت کردیم، این خلاصه ساختیم. ممکن تنها مثلا فصل اعتماد به نفس 15 تا 20 صفحه شود، همه قدر. یا مثلا فصل دیگه عزت نفس و حرمت نفس کنم در حد 15 20 دقیقه. اگر مطالعه کنن مفصل ما روش ها را درش توضیح دادیم و میتونه که بسیار کاربردی باشه. ممنونتان دکتر صاحب عزیز. سوال زن بیننده سوال بعدی را می داشته باشه. سلام دکتر صاحب، من یک فرد هستم که همیشه احساس بی‌ارزشی دارم. از جامعه خود دور هستم. شب و روزم به خواندن کتابای رمان سپری میشه. کم حوصله هستم و پرخاشگری و اندک رنجم هستم. میشه برام راهنمایی کنین؟ تشکر از برنامه زیبایتان. و دکتر صاحب آرزو از شما میشنیم که یک فردی که احساس بی‌ارزشی میکنه و بی‌حوصله هم است، چه توصیه شما دارین؟ چطور میتونه که این مشکل خود را حل کنه؟ بله، این خواهر عزیز چی خوب است که روی عزت نفس یا همون سلف استیم خود کار کنه، چون وقتی که ما خود ما را دوست نداریم، همیست که ما احساس بیارزشی بر ما رخ میده. مثلا من یک انسان مفید نیستم، من یک انسان خوب نیستم، خودم مدام دوست ندارن و به خود عشق نمیورزن. و همچنانی خواهر عزیز گفتن که بعضی از رمان ها را مطالعه میکنن و اگر بعضی افراد هستن که رمان ها مثلا داستان های خیلی منفی را یعنی میخوانن، مطالعه میکنن، که این هم روی احساسات ما میتونه خیلی تاثیر عمیق بگذاره. مثلا اگر یک فرد رمان های را میخوانه که تمامش از شکست صحبت کرده، تمامش داستان هایی است که زندگی بد نشان داده، یعنی یک حالتهای ناخوشایند نشان داده، شکست نشان داده، غم و درد و رنج نشان داده، اگر فردی را مدام مطالعه میکنه، همیست که این احساسات منفی حتما برای خود فرد ایجاد میشه و این احساسات در روح و روانش تاثیر میگذاره، که این هم میتونه که اگر فرد این داستانهای منفی را مطالعه میکنه، رویش تاثیر منفی بگذاره و روی خود دوستیش تاثیر بگذاره. چون این خواهر عزیز نگفتن که چگونه رمان، اگر رمان مثبت و خوب است که از انگیزه صحبت میکنه، از احساسات مثبت صحبت میکنه، از تسلیم نشدن، از تلاش،
از پشت کار، این میتونه که یعنی یک انگیزه قوی بر ما بده و ما هم تلاش کنیم که مثل امو کرکترهایی که در داستان است ما خود ما را بسازیم. اما اگر ما میبینیم کرکتر ضعیف از فردی است که ناکام بوده، فردی افسرده شده، فردی که مدام دیگرها برش ظلم کردن، مدام فردی بوده که غم و درد و رنج تحمل کرده، شکست بوده در این داستان، همیست که ما خود ما در روح و روان ما تجربه میکنیم. پس چه خوب است که خواهر عزیز اول متوجه ازی باشه که چی را میخوانه، چی را مطالعه میکنه، که اگر این رمان ها منفی است، نامناسب است، غم انگیز است، اصلا نباید مطالعه کنه و اینا را کامل کنار بگذاره و فقط کتابایی را مطالعه کنه که حسش خوب میسازه، انگیزه برش میده، تسلیم نشدن نشان میده، خودشوفایی را نشان میده که ما چطور عزت نفس و اعتماد به نفس ما را بالا بریم. این موضوعات را مطالعه کنن و این میتونه که خیلی تاثیر مثبت روی روح و روانشان بگذاره. و همچنان تمرین عملی که میتونه به خواهر عزیز کمک کنه است که چه خوب است مثلا قلم و کاغذ برداره، نوشته کنه اون ویژگی های مثبت خود، مثلا خیلی صادقانه با خود رو راست باشم و بنویسم. مثلا من یک انسان مهربان هستم، من یک فرد کمک کننده هستم، من یک کسی هستم که خیرم به دیگران میرسه، من یک فردی هستم که در حال یادگیری هستم. یعنی امو پوینت ها، امو نکاتی که مثبت است که همگی ما داریم، یعنی هیچ انسانی پیدا نمیشه که پوینت ها یا امو نکات مثبت نداشته باشه. حتما حتی امو بدترین فرد که خود خیلی بد احساس میکنه یا دیگرها هم شاید او را بد احساس میکنن، حتی همون فرد هم خیلی ویژگی های مثبت و خوب در وجودش هست. پس چی خوب است خواهر عزیز همون ویژگی های مثبت خدا که دیگرها شاید بعضی اوقات برش گفتن و خودش نادیده گرفته، گفتن نه ولد هیچ گفتن مثلا مهربان هستی یا مثلا زیبا هستی، نه ولد نیستم، یا احساس کرده که نه ای برای من تعریف ناحق میکنه یا من سزاوار از این تعریف نیستم. یعنی اون تعریف هایی که از دیگران شده یا خودش احساس میکنه که اون ویژگی های مثبت داره، تمامش نوشته کنه، رویش تمرکز کنه که من واقعا اینی ویژگی های مثبت دارم. اگر بعضی از عادت های منفی سورم نوشته میکنه و همیست که عادت های منفی را آهسته رویش کار میکنه و به این باور میباشه که من دوست داشته نیستم، من انسان مفید هستم، من فردی هستم که یعنی خداوند در وقتی که مرا یعنی ساخته یا خلق کرده به خود افتخار کرده و من تاج کرامت است به سرم، من یک انسان دوست داشتنی هستم. وقتی که این مفکوره را بر خود میسازه، آهسته آهسته روی عزت نفس خود کار میکنه، همیست که خود دوست داره و دیگه خود بیارزش و خود یعنی یک انسان بد هیچ وقت احساس نمیکنه. دقیقاً آرزو جان عزیز. و عزیزان بیننده باز هم وقفی کوتاه میگیریم و در ادامه برنامه با ما همراه باشید. باز هم به ادامه برنامه تبسم خوش آمدین. یک سوال دیگه هم میگیریم و در ادامه تمرینات یوگا را می داشته باشیم. میریم و سوال اخیر برنامه را میگیریم. سلام دکتر صاحب، یک سوال دارم. اینکه چگونه بدانیم که همسر یا نامزد ما به بلوغ روانی رسیده و یک انسان پخته و سالم است؟ چه تشکر، سلامت باشید. دکتر سفرزایی، پاسخ سوال از شما میشنیم چنده که در مورد ازدواج و اینکه چطور میتونیم که یک فرد خوب را در زندگی انتخاب کنیم، برنامه‌های مختلفی داشتیم، ولی خواهر ما خب پرسیدن که چطور ما بدانیم کسی که همسر ما هست یا نامزد ما به بلوغ رسیدم، به بلوغ فکری رسیدم، به بلوغ روانی رسیدن. دقیقاً ببینین وقتی که ما از بلوغ صحبت میکنیم، خب بلوغ یک نوع نیست، یک تنها جسمی باشه، جنسی باشه. یک بلوغ بسیار مهم بلوغ روانی هست، بلوغ ذهنی هست، بلوغ فکری هست. گرچه اگر ما بخوایم بگیم که خب مثلا این فرواخند به بلوغ رسیده و صفات دقیق برش مشخص کنیم، بیشتر از 100 تا صفت میشه برش قائل شد. برای کسایی که بگیم که این فرد به بلوغ روانی رسیده، این فرد سالم است، این فرد است که میشه روش حساب کرد. یعنی بیشتر از 100 صفت میتونه که برای یک انسان سالم و برای یک انسان موفق و برای یک انسانی که به بلوغ روانی به تمام معنا رسیده میشه قائل شد. ولی اگر من خدمت شما بسیار کوتاه بگویم، کسی که به بلوغ روانی رسیده کسی است که خودش میتونه تصمیم زندگی خود
خودش تصمیم زندگی خود گرفتن میکنه. و منظورم از تصمیم گرفتن زندگی نیست که به هر تصمیمی که دل ما شد بگیریم. منظورم نیست که یعنی تصمیمات رو درست میگیرن. یعنی اکثرا تصمیماتی که میگیرن تصمیماتش از دید منطق، از دید عقل، از دید دیگرها که ما ارزیابی میکنیم تصمیمات است که قابل قبول است. حالا که اشتباه کنه یا نکنه اون گپ جداست. منظور ما است که تصمیم واقعی میتونه بگیرن. یعنی ای که تصمیم واقعی در خوراک، در ازدواج، در روابط، با کی بشینه، بخیزه، ارتباط برقرار کنه، چی کار بکنه، چی کار نکنه، در اینا میتونه که یک تصمیم دقیق بگیره. میتونه انتخاب کنه. ببینیم قدرت انتخاب داره. مثلا انتخاب کنه کدام لباس انتخاب کنه، با کی بگرده، انتخاب بکنه که کی را تماس پاسخ بده، کی را پاسخ نده. ببینیم این قدرت تصمیم گیری و قدرت انتخاب داره. ولی کسی که هنوز به بلوغ روانی نرسیده اینمی انتخاب و اینی قدرت خودش نداره، دنبال دیگر است. باید تصمیم برش پدرش بگیره، تصمیم برش برادرش بگیره، دیگران مسئولیت برش بتن، مسئولیت به دوش دیگران بگذاره و اینی وضعیت و این بسیار زننده است. مثل از آدمی که در شب ازدواجش پرسانش کرد قبول داری یا نه، گفت برو از برادرم پرسان. خیلی و افراد اینی رقم هستن متاسفانه. بنابراین زمانی که ما میخوایم چک کنیم آیا فرد به بلوغ روانی رسیده ببینیم که آیا خودش انتخاب میتونه، آیا خودش تصمیم میتونه بگیره، آیا خودش آدم مسئولیت پذیری هست که، آیا خودش آدم با نظمی هست که. اگر نه این صفات در وجودش نیست، بله فرد بزرگ شده ولی از لحاظ روانی هنوز به بلوغ نرسیده. ممنونتان دکتر صاحب عزیز و خیلی سپاس از اینکه در برنامه امشب همراه ما بودین و روزا جان از شما هم سپاسگزار هستیم. از شما هم تشکر. اوقات خوش داشته باشید. عزیزان بیننده، در قسمت از برنامه هم تمرینات یوگا را داریم. در برنامه امشب خانم مرجان توکلیان مربی یوگا چند تمرین یوگا را انجام دادن و شما عزیزان هم میتونید تمرینات را ببینید و در خانه خیلی ساده انجام بدین. در کنار مشاورت تمرینات یوگا را هم انجام بدین تا اینکه از سلامت روان بهتری برخوردار باشین. با نشر تمرینات یوگا شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. سلام به همگی، مرجان هستم و به حرکات یوگامون ادامه میدیم. این حرکتی که بعد میخوایم بکنیم به نام حرکت جنگجو هستش. یعنی انقدر این حرکت میتونه بدن رو قوی بکنه که میتونین آماده بشین برای جنگ. البته خدا نکنه که بخوایم بریم جنگ و نمیخوایم، ولی خب اسمش اینه چون بدن رو واقعا آماده میکنه برای مبارزه و قوی شدن و من این حرکت رو خیلی خیلی دوست دارم. خب کاری که میکنیم 2 مرتبه مثل دفعه پیش میایم روی 4 زانو، دست و زانوامون و اینجا یادتونه میریم به طرف سگ سرازیر، downward dog. یعنی از اینجا این انگشتای پا رو میاریم بالا، لگن بدنت رو میاریم بالا و میاریم بالا و این لگن که بالاست این یک کمی این پاها رو و این عضلای پشت پا رو بیدار میکنیم. خب و بعد پای دست راستمون رو میاریم بالا و میذاریم بین 2 تا دستامون. خب این 2 دستا که گذاشتیم میایم بالا و این هستش پوزیشن warrior، یعنی جنگجو. پس این چی هستش؟ ببینین این الان پای جلوتون خمه، پای پشتیتون صافه، بعد این انگشتا به جلوه، این انگشتا به طرف راسته و شما اگه بتونین و قوی باشین هر چی خودتون رو ببرین پایین تر برای بدنتون این بهتره و موثرتره. و شما وقتی الان این پایین آوردین ببینین که شروع میکنه این عضله‌های پا لرزیدن. خب و همین رو نگه میدارین، باز دم، نفس عمیق، باز دم، نگه دارین. هر چی میتونین طولانی تر اینو نگه دارین. بله خیلی عالی. بعد پای جلو رو صاف میکنیم، برمیگردونیم و بعد میتونیم پاها رو به هم نزدیک کنین
و یک نفس عمیق. همین طرفم همین کارم پس برای اون طرف میکنیم. خب میایم 2 مرتبه، اگه من پشتم به شما خواهد بود. اینو دستا رو میذاریم، میایم بالا. حالا پای چپو میاریم بالا و چپو میذاریم لای دستامون. ببخشید، البته این درست شد. پای چپو میاریم بالا و 2 مرتبه مثل یک جنگجو اینجا وامیستیم. همینجور واستین، جلو رو نگاه کنین، نفسای عمیق. پس ببینین انگشتا رو به روه، این انگشت طرف چپه. و همینجوری نفسای عمیق بکشین که هر 2 طرف بدنتون الان حسابی قوی. شکم رو بدین تو، شکم تو. باستن رو سفت ماهیچه های باستن رو باید خیلی سفت فشار بدین که این بدن همینجور قویتر بشه. دم بازدم، دم بازدم. خب همینجور بمونین. بعد پایه بالا، بعد این انگشتای پا رو نزدیک هم بکنین. بعد اینجا یک نفس عمیق و بازدم بدین. این خیلی حرکت قویه برای این پاها، ماچه های پاتون، عضلای پاتون، لگن و اصلا رو بالانس که آدم بتونین اون تعادل هم خیلی مهمه که بتونین قشنگ تو این پوزیشن جنگجو بمونین. ایشالا بتونین 5 تا نفس، 10 تا نفس هی خودتون رو چالش بکنین که تو این واقعا بتونین توش بمونین و بدنتون رو قوی بکنین. خیلی ممنون، تا بعد.